سرخط خبرهای روز: قرضها را پرداخت کردیم. نزدیکانش از احتمال آزاد شدن عزت امان خبر دادند. رسانه ها احمد مسعود در تاجیکستان است و حمله پی در پی به افراد طالبان در جلال آباد. درود بیننده عزیز آزادی، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. من مولا رجب یوسفی هستم. نزدیکان عزت امان حامی حقوق مهاجران میگویند به احتمال زیاد او روزهای نزدیک آزاد شود. یکی از نزدیکان عزت امان به رادیوی آزادی همه دعواهای قرضی علیه او را پرداخت کردند. مقامات عزت امان را به قلابی متهم میکنند، هرچند نزدیکانش همه دعواها علیه او را قبول ندارند. ماده 247 کدکس جنایی که بر اساس آن علیه عزت امان پرونده باز شده است به قانون عفو شامل می شود. تنها یک شرط است که اگر گمانبر ضرری رسانده‌اش را جبران کند. بعد پرداخت مبلغ دعواگران علیه عزت امان حالا زمینه برای آزادی او فراهم است، ولی مقامات درباره عفو شدن عزت امان و آزادی او چیزی نگفتند. طبق اطلاع دریافتی، پرونده عزت امان حالا در دادگاه شهری دوشنبه بررسی شده ایستاده است. همکاران ما این خبر را پیگیری دارند و در صورت دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذاریم. یادآور میشویم که عزت امان آخر ماه مارس از روسیه اخراج و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. او یکی از فعالترین حامیان حقوق مهاجران در مسکو بود و بازداشتش در تاجیکستان انتقادهای زیاد را به میان آورد. برخی از رسانه‌ها روز گذشته نوشتند احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ضد طالبان به تاجیکستان پناه برده است. تلویزیون العربیه در تکیه به سامانه اینترستاپ نوشته است احمد مسعود همراه با امرالله صالح به تاجیکستان رفتند. این رسانه نوشته است احمد مسعود فعلا در یک مکان امن در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است و امرالله صالح هم چند روز پیش به او پیوسته است. مقامات تاجیکستان درباره آمدن احمد مسعود و امرالله صالح به تاجیکستان چیزی نگفتند. مسئولان سفارت افغانستان در تاجیکستان پیشتر خبری از پنجشیر به تاجیکستان آمدن احمد مسعود و امرالله صالح را رد کرده بودند. احمد مسعود پسر قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود که رهبری جبهه مقاومت با طالبان را به عهده دارد قریب یک ماه باز در محضر عمومی نیست. در این مدت او فقط چند پیام صدایی نشر کرد و درباره مکان بود و باشش چیزی نگفت. 4 روز پیش علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت به BBC گفته بود احمد مسعود در مکان امن در داخل افغانستان است. خبرها درباره حضور احمد مسعود در دوشنبه در حال رسانه‌ای می شود که هفته گذشته تاجیکستان و پاکستان درباره تشکیل گفتگوی طالبان و نمایندگان جبهه مقاومت در دوشنبه توافق کرده بودند. بعضی دختران مکتب‌های ابتدایی کابل روز 18 سپتامبر سال نو خوانش را در صنف‌های خاص برای دختران آغاز نمودند، ولی تا حال دستور معین درباره تحصیل دختران در مکتب‌های متوسط صادر نشده است. گزارش شعله گلخواجه را در این باره همراه می‌بینیم. من دوست توی آینده فرد موفق باشم برای کشورم که بتونم آبادش کنم. این سیده زهرا است که می‌خواهد بعد تحصیل با موفقیت به وطنش خدمت کند. او یکی از دختران سرشماری می باشد که روز شنبه 18 سپتامبر در مکتب خصوصی کابل به درس حاضر شد. ولی دختران سین و سال بزرگتر که در مکتب‌های متوسط می‌خوانند در خانه منتظر می‌باشند، زیرا طالبان دستور دقیقی درباره ادامه تحصیل آنها ندادند. خانم نظیفه آموزگار یکی از مکتب‌های خصوصی کابل میگوید مکتبی آنها مشکلی ندارد. در مکتب ما مشکلی نیست. تایم جدا هست، تایم دخترها از طرف صبح هست، تایم پسرها از طرف بعد از ظهر است. استادایی که به طبقه ذکور است به پسرها تدریس میکنن و استادایی که از طبقه ناس هستند به دخترها تدریس میکنن. اما مسئله تحصیل دختران در مکتب‌های متوسطه و یا میانه حل نشده است. شاگردان ما هنوز شروع نشده، دخترای ما برای تحصیل نیامدن هنوز. خیلی ضربه روحی بدی به اونا وارد شده و منتظر هستن که کی دولت اعلام خواهد کرد که دخترها کار خود شروع کنند، درس خود شروع کنند. طالبان وعده دادند که سیاست سالهای 90 را کنار گذاشتند. در سالهای حکمرانی طالبان از سال 1996 تا سال 2001 طالبان تحصیل دختران و شغل زنان را منع کرده بودند. هفته گذشته طالبان درباره آغاز سال نو تحصیل در مکتب‌های افغانستان اطلاع داده علاوه کردند که در وقت مناسب دختران هم امکان تحصیل را پیدا می‌کنند، ولی در مکتب‌ها تحصیل پسران و دختران
جدا صورت خواهد گرفت. روز جمعه مسئولان بخش معارفی حکومت طالبان گفته بودند که به همین زودی ها سال نو تحصیل پسر بچه ها آغاز می یابد، اما درباره تحصیل دختران خاموشی اختیار نمودند. یک روز پس سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که تصمیم درباره تحصیل دختران گرفته می شود، ولی درباره زمان گرفتن این تصمیم اشاره نکرد. بنا به گزارش‌ها از شرق افغانستان، مسلحان به ماشین‌های طالبان حمله کرده چند جنگجو و غیر نظامی را کشتند. در یک حمله در شهر جلال آباد، افراد مسلح به سوی ماشین طالبان آتش گشوده 2 نفر آنها و دست کم یک غیر نظامی را کشتند. در این باره روز 22 سپتامبر شاهدان خبر دادند طالبان ادعا کردند که همه کشته شده ها مردمی آسایشته بودند. یک منبع به رادیوی آزادی گفت که حملگران سوار عربه‌های آدمکشانی یا ریکشا بودند و بعد تیراندازی توانستند فرار کنند. یک ساعت بعد این حادثه مرکز ولایت ننگرهار شهر جلال آباد شاهد ترکش بمب سریراهی شد. در این حادثه که به شهادت شاهدان یک جنگی طالبان و یک ملکی مجروح شدند. در ترکش دیگری که در همین شهر رخ داد یک نفر دیگر مجروح شد. فعلا معلوم نیست که آیا این نفر جنگی بود یا ملکی. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی گفته می شود که در این منطقه اعضای گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان دولت اسلامی فعال است و هفته گذشته هم طبق گزارش‌ها در کشتار 8 نفر دست داشت. ننگرهار پناهگاه شاخه خراسان است و این گروه دشمن مقامداران نو افغانستان به حساب می رود. طالبان و دولت اسلامی در گذشته با هم زد و خوردهای داشتند. جامعه شهروندی ترکمنستان از سازمان‌های جهانی تندرستی خواست برای اعتراف موجودیت وبای کرونا ویروس در ترکمنستان به حکومت آن کشور فشار آورد. مؤلفان نامه گفتند حکومت ترکمنستان تا این زمان موجودیت وبای کرونا ویروس را در کشور رد و تعداد مرگ و میر از این وبا را پنهان می‌دارد. به اطلاع مؤلفان بیمارخانه‌های ترکمنستان از گرفتاران وبا پر شده و بسیاری آدمان مبلغی برای توبت ندارند. با باور مؤلفان پنهان داشتن موجودیت وبا باعث بیشتر شدن خطر وبا گردیده است. حکومت ترکمنستان بارها اعلان داشته است که در این کشور وبای کرونا ویروس نرسیده است. رسانه‌ها برعکس می‌نویسند وبای کووید 19 در ترکمنستان موجود است و تعداد زیادی آدمان از این وبا فهمیدند. در قرقیزستان بالاروی قیمت بنزین همانا ادامه دارد. در این روزهای آخر ماه سپتامبر قیمت بنزین نوع 92 و 95 در قرقیزستان گرانتر از قیمت همین نوع بنزین در روسیه شده است. به اطلاع آژانس دولتی ضد مونوپولی قرقیزستان، گرانترین بنزین در پهنای اتحاد اقتصادی اوراسیا در ارمنستان و ارزانترین بنزین در قزاقستان بوده است. پیشتر از این اتحاد وارد کنندگان نفت قرقیزستان هشدار داده بود که در ماه سپتامبر قیمت بنزین گرانتر خواهد شد، زیرا روسیه شروع از ماه سپتامبر مواد سوخت را به قرقیزستان به علاوه باج صادراتی انتقال می‌دهد. قرقیزستان همه ساله بیش از 1 میلیون تن مواد سوخت مصرف می‌کند. در آخر سال 2016 روسیه باج نفت و مواد نفتی را برای قرقیزستان بیکار کرده بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 23 сентябри соли 1991 дар авҷи интиқоду маҳкумиятҳои раиси шӯрои олӣ Қадриддин Аслонов барои мувофиқаташ бо тасмими кандани ҳайкали Ленин аз маркази Душанбе аз мақомаш истеъфо дод ва ба ҷои ӯ Раҳмон Набиев интихоб шуд. ноябри он сол дар Тоҷикистон нахустин интихоботи президентие баргузор шуд ки онро воқеиву серномзад меноманд ва дар он Набиев президенти Тоҷикистони соҳиби истиқлол интихоб гардид. 23 сентябри соли 2010 созмони мамнӯи ҳаракати исломии Узбекистон масъулияти ҳамла ба корбони вазорати дифои Тоҷикистонро ба дӯш гирифт. дар ҳамлае ки 19 сентябр рух дод 25 сарбози артиши Тоҷикистон ба қатл расид. мақомот ин ҳамларо кори дасти Мулло Абдулло ва Алии Бедакӣ фармондеҳони собиқи мухолифон эълон карданд ва амалиёти пурра хунсо кардани онҳо то баҳори соли 2011 идома кард. 23 сентябри соли 2011 Тоҷикистон гуфт интиқоли нерӯи барқ ба Афғонистонро шурӯъ мекунад. интиқоли барқ тавассути шабакаи баландшиддати Сангтуда Полихумрӣ ба роҳ монда шуд ва Душанбе гуфт ки Афғонистони ҳамсояро то фасли сармо тавони таъмин кардан бо барқ хоҳад дошт. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بلند شده است. ارزش دلار باشد تقریبا بی تغییر است.
رسیدیم به پایان برنامه نوید بامداد. تشکر که تا آخر برنامه ما رو همراه کردید. اطلاع از این بیشتر رو در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدار.